سلام، خسته نباشید. اینقدر که این گارداسیل رو من گذاشتم، یعنی درخواست کنندش زیاده که میذارم، اومدن گفتن که این گارداسیل به چه دردی میخوره. ویروس HPV یا پاپیلومای انسانی ویروسیه که باعث ایجاد زگیل‌های تناسلی و یا عفونت در نواحی تناسلی میشه که این ویروس از طریق آمیزش جنسی بیشتر منتقل میشه، ولی خب در مواردی مثل حالا لیزر کردن میگن ایجاد میشه، ولی مثلا از سریای مشترک، یعنی سریاش رو تعویض نکنن، تو لیزر کردن سری دستگاه لیزر رو تعویض نکنن و اینکه بلافاصله باشه، چون خیلی ویروس نمیتونه زنده بمونه تو محیط، بلافاصله این کارو انجام ندن میتونه منتقل بشه ویروس، ولی معمولا از طریق تماس پوستی هست که منتقل میشه. حالا علائمی که میذاره تو نواحی تناسلی مثل آلت، واژن، حالا داخل واژن مثل رحم و اینجور جاها هم درگیر میکنه و در صورت داشتن سکس‌های دهانی و آلوده بودن به این ویروس هم میتونه سرطان‌های یا زگیل‌های داخل حنجره و دهان و گلو هم ایجاد بکنه. این ویروس که 90% موارد سرطان رحم رو درگیر کرده، یعنی علتش این ویروس هست و از نوع 16 و 18 انواع مختلفی داره، نزدیک 60 نوع داره، ولی 16 و 18 باعث سرطان نواحی دهان و حالا گلو و به خصوص دهانی رحم رو دارن. نوع 16 داخل افرادی که سرطان حنجره و گلو اینا رو داشتن تشخیص داده شده، ولی نوع 18 بیشتر در نواحی تناسلی داره. نوع 6 و نوع 11 باعث ایجاد زگیل‌ها میشه. زگیل‌ها شکل‌های مختلفی دارن، میتونه حالت آبکی طور باشه، میتونه حالت جوش مانند باشه، میتونه مثل زگیل‌های خیلی گوشت اضافه همچین حالتایی داشته باشه که من براتون میذارم. که از بین بردن این زگیل‌ها میتونه با کرایو درمانی یا همون سرمادرمانی فریز کردن باشه، با حلقه‌های الکتریکی باشه، یا از کرم‌های موضعی که حالا میتونن استفاده بکنن. هرچند اگر شما این درمان‌ها رو انجام بدید، یعنی این کرایوتراپی و شکل ظاهری ویروس‌ها این زگیل‌ها رو از بین ببرید، ممکنه این ویروس همچنان تا آخر عمر داخل بدن شما باشه و با تغییر حالا سیستم ایمنیتون، یعنی تضعیف سیستم ایمنیتون، دوباره خودشون رو بروز بدن و نشون بدن. تشخیصش از طریق دی ان ای همین ویروس HPV هست که باید حالا دهانی رحم یا حالا اون نواحی رو میتراشن و تحت آزمایش قرار میدن و میتونه مشخص بشه. و اینکه تست پاپ اسمیر میتونه خیلی در تشخیص سرطان ها هم کمک کنه و حالا شکل ظاهری ویروس هاست که مشخص میکنه. در خیلی از موارد هم افراد اصلا مطلع نیستن، ویروس رو دارن و ناقلن، ولی خب اصلا هیچ گونه علائمی خودشون بروز نمیدن و میتونن راحت منتقل کنن. ویروس پاپیلومای انسانی از طریق تزریق واکسن خیلی از کشورها حالا دارن درمان پیشگیری میکنن. واکسن هایی مثل گارداسیل که نوع 4 ظرفیتی و 9 ظرفیتی داره و ساخت یعنی به سفارش آمریکا میسازه، ولی به سفارش بعضی از کشورها. انواع مختلفی داره، کشور دیگه هم دارن تولید میکنن. خود کشور ایران هم معمولا 2 ظرفیتیش که نوع 16 و 18 رو فقط کاور میکنه رو داره. قیمت واکسن ها معمولا گرونن، حالا خیلی از جوامع رایگان در اختیار مردمش قرار میدن، ولی خب متاسفانه اینجا حالا دولتیش که خیلی محدوده و زود تموم میشه و عمده ترینشون، مهمترینشون، پر اثرترینشون واکسن های گارداسیل آمریکایی 4 ظرفیتی و 9 ظرفیتی است که به شکل حالا 9 ظرفیتی ترک در بازار و 9 ظرفیتی خود شرکت MSD در بازار هستن. واکسن های ایرانی هم داریم، قیمتاش حدود 900 تا 200 500 هستن، ولی 2 ظرفیتی هستن. 2 ظرفیتی، 4 ظرفیتی، 9 ظرفیتی، یعنی که اون 2 تا ویروس کاور میکنه، اون 4 تا ویروس رو کاور میکنه، پیشگیری میکنه حالا، و اون یکی هم که 9 تا ویروس که حالا مثلا 4 ظرفیتیش معمولا شایع ترین ویروس ها رو که شامل ویروس همونطور که گفتیم 6 و 11 که باعث ایجاد زگیل میشن و 16 و 18 که باعث ایجاد سرطان میشن معمولا رو کاور میکنه و درمان نمیکنه، ببخشید پیشگیری میکنه از ایجادشون. و 9 ظرفیتی هم که حالا چند تا سویه دیگه رو براتون میذارم، نوعهایی رو داره و کاور میکنه. بهترین زمان تزریق واکسن گارداسیل هم بین سن 8-9 سالگی تا 13 سالگی، یعنی قبل از شروع روابط جنسی هست که در 2 نوبت تو این سن، یعنی 8-9 سالگی تا حالا 13 سالگی 2 نوبت کافیه تزریق بشه به فاصله حداقلی 6 ماه. ولی از 13 سالگی تا 45 سالگی هم قابل تزریق هستن این واکسن که در 3 دوز باید تزریق بشه، یعنی یک نوبت امروز تزریق میکنید، یک نوبتش رو بعد حد اکثر 2 ماه بعد تزریق بکنید و نوبت بعدش 6 ماه بعد باید تزریق انجام بدید.
دیگه نکته‌ای که بخوام براتون بگم این اگر در صورت درگیری باید حتما نوع ویروستون رو بدونید. اگر قصد تزریق واکسن دارید که به سویه‌های دیگه حالا درگیر نشید، مثلا شخص به نوع 16 درگیره ولی برای اینکه به نوع حالا 18 6 11 درگیر نشه میتونه واکسن هم تزریق بکنه. اگر واکسن نمیتونید خودتون تهیه کنید، ما براتون تهیه کردیم، موجود هست، هر 3 دوزش رو میتونید تهیه کنید، میتونید هم تک تک سفارش بدید، براتون با زنجیره سرد به سراسر کشور ارسال میکنیم.